کوه احد 19 کیلومتر درازی داره، 5 کیلومتر بلندی. باید مقام لرزه کرد، داد و فریادش کنم. گویا رسول الله اگر گفت جسد گفت حمزه را گفت بقیع میبری، منم دنبالمی تابوت میرم کوچه های مدینه. شما میدونید که من به این قدر مسافه دور و بلندی و پهناره کوچه های مدینه بودم و چی میشه احوال کوچه. به این خاطر اگر شما لطف کنید یا رسول الله همین را همه جهت گور کنید در سایه من تا اینکه من هر زمان حمزه را گوش تماشا کرده بستم. رسول الله گفتم همینجا گوش کنید. بنابراین در همون به خود بکرن زیر سایه به خود دارم. خب نسبت هیچ انا ببین حمزه را کی کشتن؟ وحشی کشتن. ما نمیدیم وحشی باید مسلمان شد. مسلمان شد دیگه ما حق نداریم که نسبت به کشتن حمزه کینه شد بگیریم. تو بالغ گیری که حمزه را کشتی. خیلی نه. او زمان جاهل بود. دوباره وقتی ایمان آورد والله علم در جنگ بدر یا خندق بود، همین وحشی یکی از دشمنان سختی خدا را کشید. عبدالله بن سبای منافق کشید. بعد از یک وحشی یک کافر هم کشته شد، یک مسلمان هم کشته شد. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستات، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و این چنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخنا پولیا دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس برایید. سبب کشتن حمزه ایمان آوردن شد، سبب کشتن عبدالله بن سبای منافق سبب جنت رفتن شد. بنابراین ما حق اعتراض نسبت در اصحاب پیغمبر نداریم. خدای تو را عفو می‌کنه. گناهانی که او را کردن رو بخشیده شد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل آمن ولك بمثل ذلك. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در ضمن همین 5 آیه که من خواندم حدیث فرمود دعای انسان مسلمان برای برادر مسلمان در غایب و پنهانش چی؟ از او قبول کرده میشه. بسیاری وقتا اگر شنیده باشه از بزرگاتون میگن که دعا را در پشت بکن، درون نکن. دعا در غیب قبولتر است. دعا در غیب قبول. بچه ها رفتن رسیه از ما دعا گرفتن میرن هر روز. ما دعا میکنیم که برفتن باز از پشت دعا کنیم. دعای خالصانه میشه. پروردگارا من دعا بکنم. بچه های مسلمان رفتن و خاطر یه بریدن نان گرفتن، زندگی و خوشا گفته رفتن. دعای من در حق را قبول کن. براشون رزق و روزی خوب عنایت فرما. از وجه حلال غنیشون گردان. از او سون بعد از جمع و جور شدن کارشان خدای با چهره کشاده و با کیسته های پری پل با یک وقتی خش توسط نظر فرزند پدر مادرشون بیاد. این دعا در غیب قبولتر میشه. اونا خبر ندارن که من در عکس الله کردم. این دعا خوبتر است. این دعا رو خدا چی در حق اونا قبول میکنه. خب در بالای سرش فرشته نظارت دارد. هرگاه برای برادری مسلمان خود دعای خیر کند آن فرشته میگوید آمین. حالا اگر همه جمع دعا کنیم در حق برادرای غایب ما اونایی که نیستن حالی طوری سری ما چه؟ پوری ملائکه است. ما دعا کردیم کلمه های خوب از همون برای مثلا اونا میگن آمین آمین آمین. دعای ما قوت بیشتر میگیره. اگر بگیم که خدای فلانی را حق بکن اونا در آمین نمیگن. حاضی در آمین نمیگن چون کلمه حلاک آمد.
میگه که شاید که این شخصی دعا کن با از قولش بگرده بگه خدای حلالش نکن. همه پیغمبرای دنیا از آدم تا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در حق امتشون دعای بد کردن. با دعای پیغمبر خدا قوم را هلاک کرد. با دعای پیغمبر خدا خود نوح دعا کرد قومش زیر آب اومد. لوط دعا کرد قوم از بالا سنگباران کرد. از بالا سنگ بارید. چنان سنگ بارید که همه هلاک شدند. موسی دعا کرد فرعون دریا کشید. همه همیشه با دعای پیغمبر را شد. اما پیغمبر را چی کرد؟ دعا نکرد. گفت خدایا قوم مرا هدایت کرد. من دعای بد نمیکنم. چون قوم مرا کمر گفت اگر من دعا بکنم گفت بیشک دعام قبول میشه حلال شود. من با کی میگه پیغمبری میکنم. بنابراین من در حق امتون دعای بد نمیکنم گفت رسول الله. فقط دعای هدایت میکنم. شهر طائف آمد رسول الله وقتی مردم دعوت کردن مشرکای طائف چنان سنگباران کرد که تمام وجود رسول صلی الله علیه وسلم همه خونسا شده بود. جبرئیل آمد و یا رسول الله اگر اختیار کوه را ملائکه مسئول کوه هم ترتیب آمده گیره. اختیار کوه های طائف در دست خود داده. اگر تو بخواهی بالای مردم طائف چوب بشه. رسول الله نه. من با این ضربه‌ای که من زدم ناراحت نیست. از خدا فقط یک چیز میخوام که خدا هدایت شد. نه حلال شد. بنابراین هر وقتی که ما در حق یک برادر غایبی مسلمان اگر دعا بکنیم در بالای سر ما فرشته ایستاده است. فرشته دعای ما رو آمین میگوید. نظارت کرده ایستاده است. خب برای آمین میگوید برای تو است مانند آنچه که تو برای او میگوید و میخواهید. هر چه که تو به نفس خود میخواهی به نفس برادری مسلمان کن چی بخواه. استعیذ بالله وقال تعالى در باب آداب سلام و آداب سلام. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا على اهلها. وقال تعالى واذا حييتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها. خداوند متعال می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده وارد خانه غیر خانه خودتان نشوید تا اینکه اجازه بگیرید. هر جایی که میروید همچنان یک گوی خانه خودت بونه حتی در آمدن نرو خانه یک مرد مسلمان. وقتی کجای مهمانی هم که میره کجایی که رفتی حتما در اول بکن در تک کن صدا تا بلند کن صاحب خانه براید قبولت کرد ببودرا در کشادم درنج گاوی به نقطه پاری در آمده افتر نگه که شاید خانه او زنی او مویشو نکرسده است یک کار زندگی دارد یک سرش بچست یک بدنش اوریان است. تو مردی بیگانه همیشه خانه یک مردی مسلمان کرد به باش و پشت آمدن نگیر. قاعده همین است که هر جایی که میره چی صبح هست چی نیست روزه چی بیگاه اول در تختر بکن زنگی باشه زنگ بزن صاحب خانه اگر مرد